نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از روز گذشته با تایید سلامت انتخابات در شورای نگهبان آغاز شده و نامزدها همزمان با آن فعالیت تبلیغاتی خود را شروع کرده‌اند که سفرهای استانی، دیدارهای مردمی و فعالیت‌های مجازی بخشی از اقدامات نامزدهاست. در این مرحله نامزدها می‌توانند از فرصت‌های رسانه‌ای برابر برای تبلیغات استفاده کنند. بر همین اساس رسانه ملی تا 24 ساعت قبل از برگزاری مرحله دوم انتخابات فعالیت‌های میدانی نامزدها را به صورت مساوی در بخش‌های خبری تا حداکثر 5 دقیقه برای هر نامزد منعکس می‌کند. دومین روز از دور دوم تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری. ساعت 8 صبح اینجا در حاشیه 27مین نمایشگاه بین‌المللی الکام نشست آقای سعید جلیلی با فعالان اقتصاد دیجیتال در کشور برگزار شد. بعد از جلسه با فعالان عرصه دیجیتال، این نامزد ریاست جمهوری از نمایشگاه الکام بازدید کرد. بعد از شنیدن صحبت برخی غرفه‌داران، رکورد جدید سرعتی که آقای جلیلی در خصوص استفاده از فرصت‌ها در اقتصاد دیجیتال تاکید کرد. رویکرد ما استفاده حداکثری از این فضاست، از این فرصت هست، به ویژه با توجه به اینکه امروز ما یک نسل تحصیل کرده دانشمند متخصصی داریم که در این زمینه نه اینکه فقط میتوانیم استفاده حداکثری کنیم بلکه میتونیم پیشگام باشیم. این نامزد ریاست جمهوری بعد راهی شهر گرگان شد. ساعت 11:30 آقای جلیلی به گرگان رسید. در مسیر حرکت به سمت مصلی گرگان به جمع خودجوش روستاییان رفت. بعد هم در مصلی این شهر در جمع مردم حاضر شد. آقای جلیلی درباره شعار انتخاباتیش در جمع مردم گرگان اینطور توضیح داد. بهترینش همین استان گلستانه با یک تنوعی از قومیت‌ها و مذاهب که نشون میده همه فرصت‌ها فراهم است و انشاءالله یک ایران جهش، یک گلستان جهش شکل. همچنین شامگاه دیروز آقای سعید جلیلی به یزد رفت. بعد در جمع حامیانش در میدان امیر چخماق حاضر شد. چگونگی مدیریت و استفاده از فرصت‌ها در کشور بخشی از صحبت‌های آقای جلیلی در جمع مردم یزد بود. سال 97 دولت وقت همشون دست جمعی نامه نوشتن، گفتن اگر فلان موضوع امضا نشود ما در بهمن 97 این نامه رو نوشتن، گفتن ما در اسفند حقوقم نمیتوانیم بدیم. هنوز او امضا نشده است. شما در تیر 1400 هستید، نه تنها حقوق میدهید، کشور این همه هم پیشرفت داشته. این ثمره چیست؟ این ثمره انتخابی است که شما در سال 1400 انجام دادید. این انتخاب 1400 شما چی بود؟ مبتنی بر همون نگاه اصیل، همون هویت ایرانی، اصالت اسلامی. اون چی بود؟ این بود که ما فرصت‌های فراوان داریم. دیدار با ورزشکاران، نمایندگان مجلس و حضور در جمع کسبه بازار تهران از جمله برنامه‌های تبلیغاتی آقای جلیلی در روز گذشته بود. آقای مسعود پزشکیان دیروز و امروز تا این ساعت فعالیت تبلیغاتی میدانی نداشت، اما این محتوا را ستاد انتخاباتی ایشان در اختیار خبرگزاری صدا و سیما گذاشت. ما ترکیه ضرب المثل داریم، میگه گرپلخ جنت اوسا جن وطن یاخسده، یعنی قربت اگر جنت هم باشه بازم وطن خوبه. یعنی این آب و خاک، هر در و دیوارش، هر کوچه و برزنش، کوی و برزنش با ما حرف میزنه. من چطور اینجا میتونم ول کنم برم جایی که هیچ آشنایی، هیچ قرابتی با اونا ندارم؟
من با پول این مردم، با سرمایه این مردم، با پشتیبانی این مردم اومدم بالا. نامردی نیم من ول کنم برم جای دیگه و برای کسان دیگه کار کنم. خودم رو و خانوادم رو و فکر و ذکر و وجودم رو برای خدمت به این جامعه و برای این مردم تا جایی که بتونم وقف کردم و خواهم کرد. حالا تا جایی که اینا بپذیرند و نظارنم اونور دیگه کار خودم رو باز میکنم. بهشون اعلام کردم من اصولگرام، اصولی دارم. اون اصولم حق است و عدالت. اصلاح رو برای این حق و عدالت میخوام. نمیشه حق و عدالت رو بخوام ولی اصلاح نکنم. به شدت به اصلاحات معتقدم و معتقدم اگر ما اصلاحات نکنیم نمیتونیم به اونجا برسیم. ولی کجا؟ حق و عدالت. هر انسانی رو اگر کسی در هر جایی حقش رو بخوان ضایع بکنن، من خودم رو موظف میدونم از حقش دفاع کنم، مستقل از اینی که دوستمه دشمنمه. در نتیجه آدم وقتی احساس میکنه حقی ضایع شده باید ازش دفاع کنه. خیلی برای آدم سنگینه، برای من که تو جامعه یه عده دانشگاهی یه عده آدما بگن این برنامه داره بر چی اومده. میدونی چرا ما به سیاست‌های کلی که باید میرفتیم چرا نرسیدیم؟ برای اینکه اون آدم‌ها اومدن الفبای مدیریت رو نمیدونستن. الفباشو نمیدونستن. اگه الفبا میدونستن این کارا رو نمیکردن. تو مجلس داد میزدن آقا مشکل مدیریت، مشکل مدیریت. راستم میگم مشکل مدیریته. منو برداشتم مدیر جام گذاشتم. یه آدم 0 کیلومتر کم تجربه بی سواد آوردن جای من گذاشتن. خب بابا تو مدیر بذار، اشکال نداره، منو بردار، ولی مدیر بذار. مدیری که این مراحل رو طی کرده باشه، مدیری که علمشو داشته باشه، مدیری که در عمل ثابت کرده باشه. نه اینکه یه دادم تو جناح خودش از هر حزبی میایم یه جا میچپونیم بعد میگیم آقا ما مملکت. معلومه درست نمیشه. دعوا سر اینه که شما نباشید من باشم. اصلا مسئله اینه که ما مشکل مردم رو حل کنیم. تو راست میگی، مردی بیفت جلو مشکل مردم. نامردم اگه دنبالت نیام. نه پولتو میخوام، نه پستتو میخوام، نه احترامتو، ولی مشکل مردم رو حل کن. ما اومده بودیم مشکل مردم رو حل کنیم، نیومده بودیم مشکل خودمون رو حل کنیم، مشکل دور و بریامون رو حل کنیم. گیر اینجاست. برای همینا وقتی اونی که عرضه داره میفهمه میداند میگه آقا ناامید میشه، برای اینکه آینده‌ای براش نی. یا باید بیاد خودشو ذلیل بکنه پیش یه عده‌ای تا اجازه بدن پست بگیره پول بگیره. اون آدمی هم که عرضه داره خودش ذلیل نمیکنه. برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری همچنان ادامه دارد. فرزانه آذرخان، خبرگزاری صدا و سیما.